استقلال دولتی امکان داد که ملت تاجیک گذشته خود را عمیق‌تر آموزد و ارزش‌های ملی خود را احیا نماید و گسترش دهد. وارد شدن به نگاه نو و میراث نیاگان سطح خودشناسی و هویت ملی مردم ما را در این مرحله به مراتب بالا برد. مولانا جلال‌الدین بلخی یکی از چهره‌های نمایان فرهنگ و تمدن ملت تاجیک است که با اندیشه‌های سازنده خود مورد احترام نه فقط مردم تاجیک بلکه تمام جهان گشته است. معروفیت این متفکر تازه‌اندیش در آن ظاهر می‌شود که او در محور اندیشه‌هایش منزلت انسان را همچون تاج آفرینش وصف کرده بشریت را به وحدت کل و از راه صلح پایدار به سعادت بردوام دعوت نموده است. ایجادیات یا آثار مولانا جلال‌الدین بلخی این یک جزء مدنیت ملی مردم ما میباشد. ما باید آن را آموزیم. تمام جهان مولانا جلال‌الدین بلخی را میآموزد. ما هم باید آموزیم. برای چی؟ به چه خاطر؟ برای آنکه مولانا جلال‌الدین بلخی در آفریده های خودش، در آثار خودش به حیث یک بشردوست بزرگ ظاهر می شود. انسان پرور. خب انسان پرور و جلال‌الدین بلخی صلح کل را میان مردمان جهان ترغیب می کند. صلح کل، نابسته از مذهب، نابسته از کیش و دین و نمیدونم آیین، همه این مردمان را فرزند آدم حساب می کند و تمام مردمان جهان نابسته به دین و مذهب و کیش و جهان بینیشون سزاوار احترام هستند و در تمام آثارش جلال‌الدین رومی خوانندگان خودش را دعوت می کند که شما انسان هستید و انسان بودن خود را هرگز فراموش نکنید. خب شما برای ساختن آمده اید، نه برای سوختن. خب سازنده باشید، همدیگر را احترام کنید، اعتبار یکدیگر را نگاه دارید. خب همین نکته از تمام آثار مولانا جلال‌الدین بلخی مثل خط سرخ میگذرد. بنابراین آثار جلال‌الدین بلخی پیش از همه طوری که گفتیم اهمیت بشردوستانه دارد. انسانها را به کمالات معنوی دعوت میکند. همون تالرانت است که میگویند، یعنی تحملگرایی و تحمل پذیری. تمام آثار مولانا جلال‌الدین بلخی دعوت میکند انسانها را برای تحملگرایی، برای قانع بودن، برای زیاده طلبی نکردن، برای مبارزه بردن با نفس خود. یک بیت میگوید دی شیخ با چراغ میگشت گردی شهر که از دی بودد ملولم و انسانم آرزوست. انسانم آرزوست یعنی انسان کاملم آرزوست. انسان کامل از نظر جلال‌الدین بلخی کیست؟ انسانی که خب با نفسش مبارزه برده تواند، نفس خود را مهار زده بتواند، حلم را به دست آورده باشد و حلیم باشد، مهربان باشد، با دست و با زبان خود انسانهای دیگر را آزرده نسازد. همین گونه انسان کامل است از نظر مولانا جلال‌الدین بلخی. باعث خوشی و خرسندی ما تاجیکان است که از سال 2004 تا همین روزها تجلیل زادروزی یکی از بزرگترین عارفان عصر 13 و شخصیتی که امروز آثارش در تمام جهان پرخواننده ترین به حساب می رود، جلال‌الدین محمد بلخی رومی را تجلیل می نماییم و ما تاجیکان هر سال این جشن را با یک حسی فرح و شادی انتظار می شویم تا اینکه یک بار دیگر به طور عموم از آثار و گفتار افکاری غنی ایشان بهره ور شویم. آثار این نابغه شعر و سخن والا را امروز محققان رشته‌های گوناگون علم از جمله ادبیات شناسان، فیلسوفان، روانشناسان مورد پژوهش قرار دادند. به شک اندیشه مولانا جلال‌الدین بلخی وحدت ساز است و قوم‌ها و ملت‌های گوناگون را قرین و پیوند می‌سازد. مولانا جلال‌الدین بلخی یکی از شخصیت‌های معروف، یکی از شخصیت‌های شهیر ادبیات تاجیک است. ما یگام تاجیک را به مولانا جلال‌الدین بلخی تصور کرده نمی‌توانیم و مردم ما با مولانا زندگی می‌کنند، با مولانا میزیست، چون که حتی عادی‌ترین مصرع‌های مولانا را از زبان پیران برنادل ما میشنویم، هنوز از آوان کودکی. و باید قید کرد که مولانا جلال‌الدین بلخی با همه شاه اثرهایش که یکی او از آن مثنوی معنوی است. مثنوی معنوی عبارت از 25,000 بیت است
از نگاهی مکتب فلسفی باشد، مولانا جلال الدین بلخی به مکتب فلسفی وحدت وجود تعلق دارد که در تاریخ فلسفه تاجیک مولانا جلال الدین بلخی، نوریدین عبدالرحمن جامی و محیدین عربی اندلوسی است که خاص همین مکتب است. آموزش آثار او سبق برای همراهی و همفکری و متحدی و سرجمعی ما در راه رسیدن به آرمان‌های ملی خواهد بود. انسانها را به عشق فرا میخونه، به مهر و محبت فرا میخونه. میگوید که ای انسانها مهر بورزید، خب دشمنی را از بین ببرید، خب احترام یکدیگری را به میانه باز بیاورید، همدیگر را به همدیگر را دوست دارید، خب دوست دارید، یعنی مروت پیش از همه، ترحم، خب یکدیگر فهمی. این است گوییم آیین اصلی مولانا جلال الدین بلخی. حتی در مثنوی میگوید که مثنوی ما دکان وحدت است. او انسانها را به وحدت دعوت میکند. حتی در شناخت انسانها او چنین میگوید که انسانها را باید گر دهانش کژ بود معنیش راست، آن دهانی کژ او مقبولی ماست. یعنی انسانها را به صورت نظر کردن در کار نیست. در اینجا مولوی دنبال معنی می رود که مقصد از آفرینش هم همین رسالت انسانی است که باید رسالتش را انجام بدهد. عارف بزرگ مولانای بلخی در تمام اقصای شرق و غرب با نظم عالمگیر خود معروف گشته است و شعر و اندیشه های فلسفی او را در تمام عالم با ذوق و شوق بی اندازه چه پیر و جوان، چه مرد و چه زن نوابسته از دین و مذهب و جهانبینی خود قرائت میکنند. میراث مولانا جلال الدین بلخی را که بیشک تربیتگر است میتوان در تعلیم و تربیت درست فرزندان به طور همیشگی و وسیع به کار برد. خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی، پاکیزه شو و راست بیزی، علم آموز تا تاج نبیرگان آدم باشی. از این ربایی، از این شعری بشردوستانه مگر می شود برای نورسان. میگوید تو علم آموز، خب وقتت را ضایع مکن، علم آموز، خب جهد کن، تلاش کن برای آموختن علم. آدابت را، رفتارت را خوب کن، آدمیت را بیاموز. در آن صورت تو تاج آدم میشوی، تاج انسان میشوی. از این هدایت بهترین و بشردوستانه، انسان پرورانه آیا هست؟ با سخنهای خیلی ساده فهما. خب این را ما باید برای بچه های خود آموزیم. همچون شعری مثلا که برای بچه ها است، برای کودک ها است، بهترین شعر است. و این را وقتی که کودک حفظ کرد، همیشه وقتی که در طول عمرش یاد میکند، از هدایت خیلی درستی آموزگارانه مولانا آگاه میشه. با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2007 از جانب یونسکو سال بزرگداشت مولانا جلال الدین بلخی اعلان گردید و 800 سالگی این عارف بشردوست تسجیل کرده شد که مقصد از آن ارزش‌گذاری به میراث نیاگان و تحقیق ژرف‌تر آثار این متفکر ارزیابی می‌گردد. همزمان به خاطر گرامی داشته او ناحیه در جمهوری تاجیکستان به نام جلال الدین بلخی گذاشته شده است. جذبه شعر تو ما را جذب کرد، شعر را اندیشه سرسبز کرد. مرده بودیم زنده گشتیم از دیگر، شور شعرت قلب ما در نبض کرد.